چطوری با این شارت همچین ادیتی رو بزنیم؟ وارد این شات میشید، یه دونه از عکساتون رو وارد میکنید، از بخش موزیکتون رو اضافه میکنید به ویدیوتون. از قسمت PIP این سایه رو وارد میکنید و تمام صفحه میکنید، تایمشو میزنید که تا آخر ویدیو باشه. مجدد از قسمت PIP این فوتیج رو وارد میکنید، از بخش بلند اوپاسیتیش رو کم میکنید و از قسمت سرعتش رو یه مقدار افزایش میدید که با موزیکتون هماهنگ بشه. از بخش PIP ویدیو چت رو وارد میکنید، تمام صفحهش میکنید و از بخش بلند اوپاسیتیش رو کم میکنید. تمام فایلای این ویدیو رو میتونید از کانالم دانلود کنید، آیدیش داخل کپشن هست. از بخش افکت رو انتخاب میکنید، از قسمت گلیچ آخرین افکت رو انتخاب میکنید، شدتش رو کمتر میکنید و تایمش رو میزنید تا آخر ویدیو باشه. از بخش آبجکت روی این حالت قرار میدید که روی تمامی لایه ها قرار بگیره. روی عکستون ضربه بزنید، از بخش انیمیشن قسمت کمبو دومی رو انتخاب کنید.